زنهای از امت من در آخر زمان میان، من ندیدمشون، پوشیده و لختن، کاسیات آریات، مائلات مومیلات، وقتی راه میرن میل میکنن و وقتی تو راه رفتن میل میکنن، دل جوانها و مردای نامحرم هم به طرف خودشون میل میدن. سرهاشون، موهای سرشون مثل کوهان شتر چه باریک شده است که اسنمت البخت المائله. اینها بوی بهشت رو نمیشنون و بوی بهشت از مسافت چه چند سال به مشام میرسه. اینها وارد بهشت نمیشن. من چنین زنهای از امتم را ندیدم. اینها در آخر زمان پیدا میشن. یه روز پیامبر از کنار زنها رد میشد، میگفت صدقه بدید که بیشترین اهل جهنم شمایید. گفتن یا رسول الله چرا؟ گفت که زیاد نفرین میکنید و کفران نعمت میکنید. شوهر یه عمر خوبی میکنه، اگه یک بار یه چیزی خواستید نیاورد، میگه تو هیچ کاری برای من نکرد و همیشه نفرین میکنه.